ابراهیم تاتلیسس محبوب دلها، امپراتور صدای ترکیه، حتی اگر خودش هم در صدر اخبار نباشه بچه‌هاش هستن که بخوان جنجالی به پا بکنن. همراه من باشید، خبر جذابی داریم. دختر و پسر سلام به سلبری 17 خیلی خوش اومدید. اگر اخبار ویژه سلبریتی های ترکیه رو میپسندین حتما کانال رو همراهی کنید. ابراهیم تاتلیسس معروف امپراتور صدای ترکیه بین طرفدارانش به چند تا چیز شناخته میشه که 2 تا از اونا خیلی معروفن. یکیش خیر بودنش و حمایتش از جوونها و دومی ازدواج‌های متعددش. در مورد هر دو ویدیو ساختیم قبلا، حتما برید و این ویدیوها رو ببینید. اما امروز میخوایم به یکی از جنبه‌های ویژگی دومش بپردازیم: فرزندان متعدد ابراهیم تاتلیسس. ابراهیم که خودش بزرگترین فرزند یک خانواده 9 نفره است، 5 بار ازدواج کرده و از هر ازدواجش فرزندانی داره. ابراهیم به علت جایگاه محبوبش بین مردم ترکیه، زندگی خصوصیش هم همیشه برای مردم جذاب بوده. ابراهیم از 5 بار ازدواج و روابط عاطفی خودش دارای 7 فرزنده. اولین ازدواجش با عدالت دوراک بود. این زوج 3 فرزند، 2 دختر و 1 پسر داشتن. اون از ازدواج اولش دارای 3 فرزند به نامهای احمد، گلشن و گلدن هست. گفته میشه که احمد تاتلیسس یکی از فرزندان ابراهیم تاتلیسس از ازدواج اولش وصی این هنرمند بزرگه. حاصل ازدواج دوم ابراهیم که اتفاقا بسیار هم پرحاشیه بود، فرزندی به نام ملک زبیده بود. مادر ملک زبیده پریهان ساواش بود و به گفته خودش در زندگی با ابراهیم تاتلیسس بارها طعم خشونت، کتک و بی احترامی از جانب ابراهیم رو چشیده بود. معروفترین و پرحاشیه ترین ازدواج ابراهیم با دریا بود که 18 سال طول کشید و حاصلش پسری به نام ایدو هست. به گفته نشریات و گواه بسیاری از مردم ترکیه، ایدو پسر بسیار خوشخیافه و همچنین خوش صداییه و سعی داره که به دور از حاشیه به کارش بپردازه. تو سال 2011 ایبو در آسایشگاهی که بود با عایشه گل یلدز ازدواج کرد که حاصلش دختری به نام الیف آدا بود. ابراهیم تو سال 2021 با گلچین کاراکایا ازدواج کرد ولی فرزندی از این ازدواج نداره. ایبو در گفتگویی به نشریه حریت گفت که این ازدواج رسمی نیست و صرفاً یک همخونه شدن دلیه. Uzatmışken elimi sana burada tutsan verdiğin sözleri unutmasan. و اما بپردازیم به یکی از پرحاشیه ترین و دردسرسازترین فرزندان ابراهیم تاتلیسس، دیلان چیتاک. دیلان حاصل رابطه خارج از ازدواج ابراهیم با ایشیل چیتاک در سال 1989 هست. در سال 2013 این خبر علنی شد و مدت‌ها ابراهیم از پذیرش این قضیه امتناع می‌کرد، چرا که رسوایی بزرگی برای امپراتور بود. اما با روشن شدن نتایج آزمایش DNA ابراهیم این دختر رو پذیرفت و تو سری جدید ایبو شو به عنوان خواننده حضور داشت. اتفاقا صحنه‌های زیبا از پدر و دختر پخش می‌شد که در اون دیلان آهنگ‌های قدیمی پدرش رو بازخوانی می‌کرد. البته برخلاف انتظار خوانندگی دیلان در کنار پدرش ابراهیم تاتلیسس خیلی هم بازخورد مثبتی از سوی مردم ترکیه نداشت. مردم ترکیه معتقد هستند که دیلان صدای پدرش رو به ارث نبرده و حتما نیازی نیست که مثل پدرش بخواد خواننده بشه. و البته ناگفته نماند در اون سالهایی که ابراهیم تاتلیسس دخترش رو نمیپذیرفت، اون حسابی از خجالت پدرش در اومد و تو مطبوعات در مورد پدرش بد میگفت و میگفت حقش این نیست که پدرش انکارش بکنه. و البته طبق روال همیشه رسانه های ترکیه به این زودی ها دست بردار نیستن. رسانه ها مدام این سوال رو مطرح میکنن که چرا با وجود این پذیرش ایبو پا رو فراتر نمیذاره و اسم و رسم خودش رو به دخترش نمیده. دیلان کلن از همون ابتدا دختر کم حاشیه‌ای نبوده و جدیدترین جار و جنجالش هم برمیگرده به درگیریش با خدمه پروازی که توش بوده.
قضیه از این قراره تو ویدیویی که ازش پخش شده اون با خدمه جر و بحث بسیار شدیدی میکنه و حرف اونها رو که میگن حق نداره حیوان خونگیش رو تو پرواز بیاره نمیپذیره و در آخر هم به اونها حمله ور میشه. خدمای پرواز در کمال احترام از اون درخواست میکنن که حیوان خونگیش رو وارد پرواز نکنه، ولی دختر ابراهیم تاتیساس اصرار داره که اونها با خشونت ازش درخواست کردن و در کمال بی احترامی این اتفاق افتاده. خلاصه در پی انتشار این ویدیو مردم ترکیه بسیار ناراحت شدن و کامنت های منفی در مورد رفتار دختر ابراهیم تاتیساس نوشتن. از این قرار که گویا تو هم مثل پدرت بد اخلاق هستی، یا میگن دلیل نمیشه چون پدرت آدم مشهوریه پس قوانین رو رعایت نکنی. جالبه که بدونید این کامنت ها نشون میده مردم ترکیه هم به صف افرادی پیوستن که از آدم‌ها به خاطر سلبریتی بودنشون بت نمی‌سازن و انتظار برخورد یکسان با اونها رو در برابر قوانین دارن. Ne yapıyorsun? Yapmadan beni delirtme. Bak yapmadan beni delirtme. Suçlu olursun. با این ماجرای جنجالی که دیلان در هواپیما برپا کرده، مردم از مهر و دلسوزی که قبلا نسبت به دیلان داشتن نظرشون به انتقادهای منفی‌تری تغییر پیدا کرده. مردم ترکیه بسیار سفت و سخت در مقابل آدم‌هایی که خشونت رفتاری از خودشون نشون میدن میایستن. جالبه که تعدادی از مردم در پی این اتفاق رفتار دیلان رو با برادرش ایدو مقایسه کردن و گفتن دیلان باید از ایدو یاد بگیره، هم خوش قیافه و با استعداده و هم مؤدب و هیچ وقت سعی نکرده با اسم و رسم پدرش قانونی رو به نفع خودش تغییر بده یا با مردم عادی بدرفتاری بکنه. مردم میگن شاید ابراهیم تاتیساس یه چیزی میدونه که اسم فامیل خودش رو به دخترش انتقال نمیده. Bilmiyorum kalbim nerede, aklım her zaman sende. Artık aklıma gelme. Sormam bir daha. Yalvarsın bir daha. Çıkmasa gel. Everywhere you turn is heartache. It's everywhere that you go. Let's get to it. Strike the pose. There's no. Başların arasında. İdo'nun ismini baba mı koydu? Aslında İdo benim adım değil. Ne yazık ki. Benim adım İbrahim. Kimlik